ما میبینه بایشان تبعیض است و بیادر میاد تا امروز اینا در این جنجال داره که بیادر افغانستان نام جعلی است. ما افغان نیستیم. خب که افغانستان نام جعلی است، افغانستان نیست. خب برین پدر نارتا، برین خراسان تان برین. ما خیلی چیزا در میدیا مطبوعا نمیگیم نی؟ خب برین خراسان برین. خراسان ننیتان در کجاست بعد پدر شما احمقان حالت؟ ملت امیال ببینید چه ملت نان نداره، اینا میگه ما افغانستان نام جعلی است، ما خراسان نیستیم. خب بریم خراسان تو در تاجیکستان صدا کن که تاجیکستان ما قبول نداره خراسان. در تاجیکستان گدایی میکنیم به قرآن ویزا براتان نمیده. خالق باد رفتی افغانستان گرفتی، طالب شکست دادی، تمام 34 ولایت میشیره، بله نومر کوهستان بگذاره. من خوش کوهستان افغانستان بر ما چی فرق بینه؟ نومر در پنشیر مقدار. خب ملت افغانستان بگه درسته، ولی اینا خب متعصبی اینا رو غرق کرده، بدبخت بیچاره کرده. نمی لجن بودن زینا، خودخواهی زینا، جا طلبی زینا. پدرشان لالا بسیار احمقای هستن. لالا فهمیدید اینمی احمقا بودن لالا که وطن به میجا رساندن. همین پدر نارتا که در چوکی شیشتن افغانستان گفته چیغ نمیدادن، افغانستان گفته خدمت نمیکردن، فقط در فکر یک خانه، به خاطر یک خانه شخصی خود تمام افغانستان قربان نکردن. کردن چی کارای اینا نکردن؟ حالا بیا اینا بشینیم منتظر که باز اینا سر قدرت بیاید. از یا که خصوصا که طالب شرف داره.